یک دختر جوان در آسانسور یک هتل رفتاری عجیب و غیر عادی دارد. او انگار با کسی حرف میزند که وجود ندارد. چند روز بعد جسد او در مخزن آب هتل پیدا می شود. اما این فقط یک تصادف نبود. این داستان واقعی است. یک معمای ترسناک که هنوز هم بعد از سالها حل نشده. امروز رازی را بررسی می‌کنیم که پلیس و محققان را گیج کرده و اینترنت را پر از تئوری‌های ترسناک کرده است. راز مرگ الیسا لم در هتل سیسیل. الیسا لم یک دانشجوی 21 ساله اهل کانادا بود. او در ژانویه سال 2013 تصمیم گرفت به لس آنجلس سفر کند و در هتل سیسیل اقامت کرد. اما این هتل عادی نبود. هتل سیسیل در لس آنجلس به خاطر تاریخچه تاریکش مشهور است. از قتل‌های وحشیانه گرفته تا مهمان‌هایی که ناپدید شدند. این مکان همیشه با راز و جنایت همراه بوده است. بسیاری باور دارند که این هتل تسخیر شده است. الیسا لم قبل از ناپدید شدن در وبلاگش می نوشت و به نظر می رسید که از چیزی نگران است. او از داروهای ضد افسردگی استفاده می کرد. اما دوستانش می گفتند که رفتار خاصی از او ندیدند. آخرین باری که دیده شد در آسانسور هتل بود. ویدیوی دوربین مداربسته آسانسور که بعدها منتشر شد یکی از مرموزترین و ترسناکترین ویدیوهای واقعی در اینترنت شد. در این ویدیو الیسا رفتار بسیار غیر عادی دارد. دکمه‌های آسانسور را چندی بار می‌زند، اما آسانسور حرکت نمی‌کند. او ناگهان از آسانسور بیرون می‌رود، انگار که کسی او را می‌بیند که بقیه نمی‌بینند. حرکات دست‌هایش عجیب است. انگار دارد با کسی نامرئی حرف می‌زند. این ویدیو میلیون‌ها بار دیده شد و خیلی‌ها معتقدند که او توسط چیزی تعقیب می‌شد. شاید یک قاتل، شاید یک روح. چند روز بعد مهمان‌های هتل از طعم عجیب و بوی بد آب شکایت کردند. وقتی کارکنان هتل مخزن آب را روی پشت بام بررسی کردند، جسد الیسا لم را پیدا کردند. اما چطور ممکن بود؟ در مخزن آب قفل بود. کسی از بیرون نمیتوانست وارد شود. پلیس هیچ نشانه‌ای از قتل پیدا نکرد. اما خودکشی هم غیر ممکن به نظر می رسید. هیچ کس نمیفهمید که چطور الیسا خودش را به مخزن آب رسانده است. تا امروز کسی دقیقاً نمیداند که چه اتفاقی افتاد. اما چند نظریه وجود دارد. 1. اختلال روانی. شاید الیسا در اثر بیماری روانی دچار توهم شده و خودش را به مخزن آب رسانده باشد. 2. قتل. بعضی ها معتقدند که یک نفر او را به قتل رسانده و پلیس نتوانسته سرنخی پیدا کند. 3. ماوراءالطبیعه. برخی معتقدند که روح‌های هتل سیسیل او را تسخیر کردند و که باعث مرگش شدند. و اما شما چه فکر می‌کنید؟ آیا این فقط یک حادثه عجیب بود یا یک قتل هوشمندانه؟ شاید هم چیزی فراتر از درک ما در این ماجرا نقش داشت. نظرتون رو در کامنت ها بنویسید. اگر داستان‌های رازآلود رو خوشتون میاد حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانال میستری ولت رو سابسکرایب کنید. منتظر داستان‌های بعدی باشید. رازهای زیادی هنوز حل نشده باقی موندند.